مهمان امروز برنامه‌مون مثل همیشه جمعه ها خانم مریم کبیر هستن. جلسه قبلی در مورد اصول اولیه برنامه ریزی خانم کبیر واسمون صحبت کرد که اصلا یک برنامه ریزی باید چه چیزهایی رو در بر داشته باشه، چه جور باید شروعش بکنیم، چه فاکتورهایی نیاز هست واسه برنامه ریزی. امروز توی این جلسه از خانم کبیر من میخوام که شروع بکنیم به صورت عملی، بریم داخل دل کار، بریم توی دل برنامه ریزی و دو نفر مختلف رو واسمون برنامه ریزی بکنه. یک نفر یک فرد معمولیه که شرایطش خیلی شرایط نرمالیه، یک نفر دیگه فردی هستش که دغدغه ها و مشغله های خیلی بیشتری به نسبت نفر اول داره. پس میخوایم بریم ببینیم که چه جوری واسه این دو نفر برنامه ریزی میکنیم. پس در ادامه ویدیو همراه من باشید. خانم کبیر سلام، وقتتون بخیر. سلام به شما و همه عزیزان که ما رو دنبال میکنن. طبق همیشه تریبون و میکروفون رو دست شما میدیم و همونجوری که اول ویدیو گفتم میخوایم از برنامه ریزی بیشتر از شما بشنویم به صورت عملی. خیلی هم عالی. طبق صحبتمون که در جلسه قبلی داشتیم قرار شد که همطور که شما فرمودید در مورد دو نفری صحبت بکنیم که هدفشون مشابهه اما شرایطشون متفاوته. خب آیا ما باید به اینها یک نسخه واحد برنامه بدیم؟ به نظر میرسه که اول باید بدونیم اصول اولیه برنامه ریزی چیه. یعنی یک اشتراکاتی خب هست، بله، برای هر آدمی که میخواد برنامه ریزی داشته باشه یک سری اصول مشخصه. در مورد اونها اول صحبت میکنیم و بعد میریم روی برنامه‌ای که باید متناسب با هر فرد باشه. در مورد دو نفری که هدفشون مشترک هست اما شرایط متفاوتی دارن قراره در مورد اینها صحبت بکنیم که به چه صورت باید برنامه بریزن. برنامه ریزی یک اصول اولیه‌ای داره که خب مشترکه برای همه آدم‌ها. قدم اول شاید اینه که دقیقاً مشخص کنیم که هدف چیه، تعریف افراد از هدف چیه، چی میخوان و هدف اصلی چیه. مثال میزنم، با مثال بریم جلو. مثلا خانم الهه و آقای علی، این دو نفر میان و میگن که ما میخوایم زبان بخونیم، حالا هر زبان. خب اولین سوال اینه که این زبان خوندنه برای چیه؟ یعنی این چرایی که ما همیشه سرش خیلی خیلی وای میستیم قدرت بسیاری داره. برای چی میخواین زبان بخونید؟ چون هدف زبان خوندنه نیست، هدف یه چیز فراتر از زبانه، اما زبان ابزاریه برای اینکه افراد به هدفشون برسن. پس این رو کامل تو این مرحله مشخص میکنیم، چی میخوای، برای چی میخوای. این تا اینجا مشترکه. قدم دوم این هستش که مبدا و مقصد رو مشخص میکنیم. یعنی به کجا میخوای بری. مثلا من میخوام زبان بخونم، سطح زبانی که میخوای بهش برسی چیه، کجا میخوای وایسی و بعد اینکه دقیقاً الان کجا ایستادی. یعنی مختصات مبدا و مقصد کامل باید شفاف بشه، با جزئیات، با دیتیل. کجا ایستادی، به کجا میخوای بری، با چه، حالا اگه زبان باشه سطح زبانت الان چیه، تو حالت فعلی چیه و کدوم مهارت‌هاش رو میخوای تقویت بکنی. به همین شفافیت و با جزئیات، هرچه دقیق تر هدف نوشته بشه، مکتوب بشه، مشخص بشه، قابلیت اجراش خیلی بیشتر. خب پس تا اینجا اینها مشترکن و یعنی اصول اولیه که هر کسی که میخواد برنامه داشته باشه باید اینها رو مشخص بکنه. و بعد در واقع قسمت سوم و مهمش اینه که ما یه زمانی باید مشخص بکنیم، یک ددلاین مشخص بکنیم. یعنی ته برنامه اگر باز باشه خیلی اتفاقات مختلف ممکنه این وسط بیفته، کش پیدا کنه، نریم سراغش، یه روز بریم یه روز نریم. پس این زمانه هم مهمه. برای این دو نفر ممکنه حالا دو تا زمان متفاوت باشه، ممکنه هم هست دو نفرشون بگن که ما مثلا تو یک بازه زمانی 6 ماهه باید اینجا باشیم. اینجا بودنه یعنی این که در واقع ما یه معیار و محکی داریم برای ارزیابی این که الان مثلا توی این بازه 6 ماهه ما باید پله پله توی هر ماه، حالا اینها رو همه رو باید توافق کنیم، توی هر ماه کدوم پله بایستیم که نهایتاً پایان 6 ماه به کجا بریم. پس ابزار مشخص میکنیم، ابزار اندازه گیری. اینا مشخص شد. حالا
تا اینجا سوالی هست یا من همینطوری ادامه بدم؟ نه عالی بود. تو الان فکر میکنم همه مشترک بودن شرایط. بله اینها مشترک. اینجا به بعد حالا میریم در واقع روی اون شخصی سازی برنامه ها. اولین سوال اینه که برای هر کدوم از این افراد، این نکته رو جلسه پیش هم گفتم، چقدر زمان دارن افراد در طول روز. حالا این زمان برای بعضیا کاملا مشخصه، یعنی افرادی که شاغلن و از 1 ساعت تا 1 ساعت مشخصی میرن سر کار، خب اون بازه زمانی مشخصی که سر کارن و کار دیگه نمیتونن انجام بدن. پس از افراد میپرسیم و 2 دسته هستن افراد، یا دقیقاً میدونند که چقدر در طول روز تایم آزاد دارن یا نمیدونن. اونایی که میدونن که خب فعلا کاری نداریم، ولی اونی که نمیدونه رو بهش میگیم که دقیقاً بیا 3 روز عادیت رو مشخص بکن، از صبح که بیدار میشه تا شب که میخوابی، بعد از اینکه کارها تو انجام دادی هر 1 ساعت که بار بنویس فلان کار رو کردم. و پایان 3 روز ما میایم نگاه میکنیم که برای هر حوزه از زندگیمون، حالا کارمونه، خانواده است، ارتباطات، تفریح، چقدر زمان صرف کردیم، کجاها پرتی زمان داشتیم. یعنی دیتا جمع میکنیم برای اینکه بتونیم برنامه رو در واقع با توجه به زمان خالی که این فرد داره بریزیم. حالا خانم اینجا مثلا همون خانم الهه، تصور کنید ایشون شاغلن، از ساعت 7 میره تا در واقع 4 بعد از ظهر سر کاره، فرزند داره ایشون، در واقع خب متأهلم هست و وظایف متعددی داره، نقش‌های متعددی داره. در مورد علی آقا، خب ایشون هم شاغله اما سایر نقش‌ها رو نداره، یعنی ایشون مجرد در واقع فرزندی هم نداره و خب تایم خالی آقا بیشتره. خب هر دو اینها که میخواستن زبان بخونن، هدف و همه مقصد و مسیر و زمان و همه اینها مشخص شد. الان وقت اینه که شخصی سازی کنیم و زمانها رو مشخص کردیم. مثلا خانم میگه من در طول روز کلا 2 ساعت تایم دارم، با توجه به در واقع کثرت نقش‌ها 2 ساعت تایم خالی برای زبان خوندن دارم، بیشتر از این نمیتونم. اما آقا ممکنه بگه که نه من مثلا 5 ساعت هم میتونم داشته باشم. خب حالا دیگه خیلی خیلی هی شخصی میشه. بعد اینکه به خانم میگیم خب شما به محض اینکه رسیدی خونه ترتیب چیه، اولویت ها چیه؟ قطعا ایشون میگه من باید به فرزندم یه رسیدگی بکنم، یه مقدار به امور خونه برسم. حالا اینجا ما میایم یه سری سوالات دیگری رو هم میپرسیم. اینا هی داره در واقع برنامه رو شخصی و شخصی تر میکنه. مثلا اینکه شما از خانم میپرسم چه منابعی در دستت داری برای اینکه هدفت رو پیش ببری؟ منابع حمایتی داری؟ مثلا آیا مادری، پرستاری، کسی هست که یک تایمی بتونی بچه رو به ایشون بسپاری؟ این همه منابع حمایتی. آیا میتونی بعضی از امورت رو تفویض کنی یک کس دیگه ای انجام بده که تایم رو بیشتر بتونی داشته باشی؟ بعد شما میزان یادگیری افراد رو باید بسنجی، یعنی اینکه مسیری که آدم ها میتونن راحت تر یاد بگیرن. بعضیا دیدارین، بعضیا شنیدارین، بعضیا عملین. اینا تمام چک میشه تو برنامه ریزی و باید آدم ها حواسشون باشه یه برنامه این شکلی نباشه که من بنویسم از فردا ساعت 5 صبح تا 7 صبح زبان میخونم و بعد موفق نشن. اون تایم، اون مدل، همه اینها رو در نظر میگیریم. از اینجا به بعد هی داریم ریز و ریزتر میشیم. لازمه یا سوال میخواید بپرسید یا من خودم توضیح بدم؟ طبق تجربه خودم زمانی که ما با هم دیگه شروع کردیم، چند تا نکته من میخواستم بگم که از شما یادش گرفتم موقع برنامه ریزی کردن. ساعت من میدادم همیشه، یعنی برای این مثال همیشه میگفتم من 8 صبح تا 9 صبح باید زبان بخونم و شما به من گفتی برای من، لااقل واسه من اینجوری بود با توجه به شناختی که به برنامه ریزی واسه من داشتیم. به من گفتید اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه همیشه این 8 صبح تا 9 صبح جواب نده، ولی وقتی من بدونم فردا 1 ساعت قراره بخونم، با توجه به برنامه فردام میام این رو تنظیمش میکنم. حالا میخواد 8 تا 9 باشه، 1 تا 2 باشه، 5 تا 6 باشه یا هر وقت دیگه. و این نکته دیگه‌ای که بود در رابطه با اون ددلاینی که شما گفتین، من یادم میاد یک بار یه مثالی واسه من زدین.
به من برگشتین گفتین که اون ددلاین رو وقتی ما نداشته باشیم مثل یک خانومی میمونه که میره داخل آشپزخونه و میخواد یه غذایی درست بکنه، غذا رو درست میکنه، ظرفا رو میشوره، آشپزخونه رو هم کونه میکشه، یه دفعه میاد بیرون میبینه 3 ساعت و نیم گذشته. 3 ساعت و نیم از اون زمانش گذشته، در صورتی که اگر قبلش ددلاین رو مشخص میکرد من 1 ساعت توی این آشپزخونه باید کار بکنم، زمانی که این 1 ساعت تموم میشد همون کارها رو به قول معروف ول میکرد و میومد بیرون. دقیقاً همینطوریه نکاتی که گفتین. یعنی این ددلاین داشتنه انگار که توی ذهن من این میشینه که ببین توی این بازه زمانی اولویت کارها رو ببین. اگه قراره الان بری تو آشپزخونه غذا درست کنی، پس همزمان نگو که بذار ظرف بشورم یه تیکه. تمرکزت رو به دقیقاً برنامه‌ریزی هم همینه. ما انسانیم و تعدد نقش‌ها داریم و حوزه‌های مختلف داریم و برای اینکه تعادل ایجاد بکنیم تو زندگیمون باید حواسمون به همه حوزه‌ها باشه. اما وقتی هدف میذاریم معنیش این نیست که بقیه حوزه‌های زندگی تعطیلن. دقیقاً مثال این خانومه. قرار نیستش که فقط آشپزی کنه پس یعنی دیگه خونه تمیز نکن، پس یعنی دیگه مثلا ظرفا نشورن. نه، اولویت چیه؟ الان دقیقاً باید چیکار کنی؟ الان اولین نیاز تو چیه؟ گرسنه‌ای؟ خب قراره که غذا درست کنه. اوکی، پس غذا رو درست میکنم و بعد به بقیه کارها میرسم. ولی وقتی ته نداشته باشه، حالا یه نوک به این، یه نوک به اون، یه نوک به این، پس این خیلی فایده داره که ما میبریم توی در واقع یه بازه زمانی مشخص. و گفتم این نکته رو در ادامه میخواستم بگم، حواسمون به تعادل زندگیمون هم هست، چون بعضی شاید فکر کنن پس یعنی ما دیگه در طول دورانی که هدف میذاریم همه چی رو تعطیل کنیم. نه، همه چی رو نمیتونیم تعطیل کنیم. مثلا این خانم الهه میخواد زبان بخونه اما نمیتونه بگه خب من دیگه مادر نیستم، من تا 6 ماه مثلا نمیتونم به امور فرزندام رسیدگی بکنم. اینا واقعی نیست. پس من اینکه تاکید میکنم نسخه شخصی خودمون رو باید بپیچیم برای اینکه برنامه من رو به اهدافم برسونه و حالم با خودم خوب باشه. این تا اینجا به نظرم چیزهای اصلیه و از اینجا به بعد خیلی دیگه شخصی میشه. مثلا اینکه من از این خانم یا از این آقا از هر کدوم جدا میپرسم که دقیقاً گلدن تایم شما چیه، کیه، کجای روزه. آقا ممکنه بگه که من وقتی از سر کار میام بلافاصله، اصلا مدل خودشو داره میگه، بلافاصله اصلا نمیتونم بشینم سر زبان خوندن، من باید 1 ساعت استراحت بکنم و بعد از اون بازدهیم خیلی بیشتر میشه. خانم میگه که نه، من اگر بخوام برم استراحت کنم اینا اصلا سطح انرژی میاد پایین و اینها. بنابراین ما با همدیگه بهترین ساعت رو برای این خانم پیدا میکنیم. به محض اینکه میاد خونه 1/2 ساعت استراحت در واقع مدلش هم حالا با هم در میاییم چجوری، و بعد یکم به بچه ها رسیدگی میکنه و بعد مثلا میگه از ساعت 7 تا 9 شب بهترین تایم برای من که، یا 9 تا مثلا 11 که بچه میخوابه دیگه بهترین تایم برای من. یعنی ما داریم توی برنامه افراد خیلی آیتم در نظر میگیریم. یعنی این شکلی نیست که یه برنامه مشخص کنیم 6 تا 7 اینا دیگه خیلی منسوخ شده. و چند تا نکته‌ای که به نظرم توی برنامه ریزی، اینها چیزایی که من قبلا هم تاکید کردم، الانم میخوام تیتروار بگم با اجازهتون، برای اینکه بدونیم فقط توی برنامه ریختن صرف این که ما این چیزا رو مشخص کنیم نمیتونه ضامن و تضمینی باشه برای اینکه حتما ما این برنامه رو توش موفقیم. یه سری نکته ها مثل این که توی مدیریت در واقع زمان، مدیریت انرژی بارها گفتم مهمه، مدیریت در واقع داده ها و ورودی های ذهن مهمه، چی داریم، چه خوراکی به مغزمون و ذهنمون میدیم هر روز، اینها رو باید مدیریت بکنیم. حتی مدیریت روابط خیلی مهمه. یعنی من اگه میخوام یک انسان هدفمندیم و دارم به شدت تلاش میکنم برای دستیابی به اهدافم، ارتباطاتم رو باید گزینش شده. یعنی بعد آدم ها میگن یعنی ما تنها باشیم، یعنی این که دیگه با کسی، نه، اتفاقا ارتباطات با کیفیت زندگی آدم رو غنی میکنه. یعنی حتی ارتباطاتتون رو آگاهانه نگاه کنید، ببینید با چه کسانی در ارتباط و تعامل زیاد هستید. اونها میتونن اتفاقا منابع حمایتی خوبی باشن و اگر که انرژی شما رو بگیرن حتی میتونن به روانتون آسیب بزنن. بعد شما برنامه ریختین با هم، فردا میاد میگه که نمیتونم. چرا؟ چون که مثلا دوستم این شکلی شد، چون که مثلا میدونی. یعنی ارتباطات اینقدر مهمه توی
برنامه ریزی یا چیزهای شبیه به این دیگه. و اینکه استراحت داشته باشیم، استراحت فکری داشته باشیم. استراحت اصلا معنیش این نیست که ما تو سکون باشیم، استراحت فیزیک منظورم نیست، یعنی به لحاظ ذهنی یه تایمی رو ما باید این رو مدیریت کنیم که چجوری استراحت کنم، فکرم استاپ کنه، اون نشخوارهای فکری، اینا همش مدیریت هیجان به شدت. در اینه که بعضی از افراد میان میگن چطور همه 24 ساعت دارن، من ولی به هیچ کار نمیرسم، بعضی میرسن. فقط برنامه ریزی که من رو کاغذ بیارم نیست، مدیریت تمامی این داستان هاست. و به نظرم کسی که خیلی خوب برنامهش پیش میره فوق‌العاده است، باید خیلی بهش تبریک گفت، چون تونسته تمام اینها رو، حالا نمیگیم به نحو احسن، ولی خیلی خوب تونسته اینها رو مدیریت بکنه. اینا نکاتی بود که نباید. و یه چیز از همه شاید بخوام بگم مهمتر، نحوه تعاملمون با خودمون تو برنامه ریزی. گفتگوی من با خودم چطوره؟ چون گفتگوی من با خودم افکار من رو میسازه، افکار من اعمال من رو میسازه، اعمال من عادتهای من رو میسازه، عادتهای منم سرنوشت من رو میسازه. یعنی من اگه حواسم به این باشه، همه چیز از کلام من با خودم شروع میشه. من وقتی با خودم خوب صحبت میکنم، زبان میخونم، ورزش میکنم، برای اینکه خیلی خیلی داستان عمیق‌تر از این حرفاست که من فقط بخوام تصمیم بگیرم از فردا ورزش کنم و بلندشم برم. بعد بعضیا تعبیر میکنن به اراده و این داستان ها. صحبت به درازا کشید ولی این نکات مهم بود. من میشنوم شما. چه جالب، شما نکات علمیش رو گفتین، ولی من از بعد یک کسی که یه آدم معمولی هستش میخوام بگم، واقعا یک سری ارتباط ها توی زندگی ما داریم. ارتباط، من اسمشو نمیذارم دوست یا هر چیز دیگه، یک سری ارتباط ها داریم که نشخوار ذهنی که چه عرض بکنم، یک سری درگیری ها و جنگ های ذهنی واسه آدم میاره و به خودت میبینی کل روز تموم شده داری به یک سری آدم ها و یک سری کارها و یک سری اتفاق های فکر میکنی که هیچ نقشی توی روند زندگی من و پیشرفت زندگی من نداشته. و فارغ از اون ارتباطات، یه چیزاییش هم شما گفتین که ارتباطات، ولی من فکر میکنم چیزهایی که ما حتی میبینیم، یعنی من چه شبکه‌ای رو نگاه میکنم، چه فیلم هایی رو نگاه میکنم، توی اینستاگرام چه چیزهایی رو من دنبال میکنم، دارم با چی خودم رو مشغول میکنم، خیلی مهمه. و به نظر من، این لااقل واسه من فکر میکنم به یک لایف استایل دیگه تبدیل میشه. یعنی اون برنامه ریزیه به یک لایف استایل تبدیل میشه. یعنی این نیست که بگم از فردا من میخوام این قهوه رو بخورم، یک جوری وارد زندگی من میشه که من از فردا عاشق این قهوه میشم، یعنی دوست دارم من این رو بخورم. کاملا همینطوره. و حالا من از شما میخوام این سوالو بپرسم با اجازهتون، به عنوان کسی که میدونم برنامه منظمی داره، روتین داره و خب تلاش کرده برای ساختن این لایف استایل، نظر و تجربه شخصیتون رو بگین. چی جوریه الان اگه بخواید مقایسه بکنید با قبل؟ یعنی شخصیتی که میاد بیرون به قول شما از بعد از حالا زمانی که آدم خیلی خیلی روی برنامه و روتینه و اینها، همون شخصیته یا نه خیلی متفاوته؟ 100% به نظر من متفاوته. 100% توی کارهام بیشتر موفق شدم. یعنی قبلا اینجوری بود که وای برای این وقت ندارم، برای اون وقت ندارم، ولی همون جوری که شما گفتین الان اولویت بندی میکنم، روی کاغذ میارم، صبح وقتی بیدار میشم میدونم قراره چه کاری رو انجام بدم. من اوایل موقعی که برنامه ریزی رو با شما شروع کرده بودم، من یادم 7-10 تا می نوشتم برنامه روزانه، کلا 4-5 تاشو میتونستم انجام بدم. و توی مرور شما این رو به من یاد دادین که به من گفتین که این حتی زیاد نوشتن و زیاد خواستنه هم بده، به خاطر اینکه خارج از توانایی و زمان من هستش و این باعث سرخوردگی به من میشه. میگم که بابا ولش کن، امروز که نتونستم انجام بدم، فردا هم که نتونستم، 10 روز پشت سر هم نتونستم، پس اصلا این برنامه ریزیه به درد نمیخوره. چرا؟ چون هی تلاش میکردم فارغ از اون توانایی خودم این کارو بکنم. ولی من فکر میکنم 2 سال پیش بود با هم دیگه شروع کردیم برنامه ریزی، تقریبا 2 سال پیش بود که شروع کردیم و خیلی خوشحالم واقعا این پیشرفت و این تغییر توی مدیریت کارهام. یعنی این که میتونم
دقیقا همون چرخ، حالا بچه هایی که دوره ها رو گذروندن حالا یا با شما هستن میدونن اون چرخ موفقیتی که میگین. من فکر میکردم توی تلاش کردن خیلی آدم موفقی ام، ولی بعد دیدم نه، واقعا موفق نیستم، چون فقط توی کار موفقم. خانواده، مالی، نمیدونم پیشرفت کردن، درس خوندن، ورزش کردن، معنویات و تمام اینها هستن که ما باید با همدیگه ببریمشون جلو. ولی واقعا شد و خیلی خوشحالم به خاطر آشنایی شما. من فکر میکنم جلسه امروز تا اینجا کافیه به صورت عملی، چون بیشتر اگر بخوایم صحبت بکنیم بیشتر خیلی ریز میشه داخل صحبت و اون به صورت شخصی سازی میشه. امیدوارم که تا اینجای برنامه لذت برده باشین، تونسته باشین اصول اولیه رو طی این 2 جلسه‌ای که با خانم کبیر شنیدیم از خانم کبیر برنامه‌ریزی رو یاد گرفته باشید و یک برنامه موفق واسه خودتون بچینید و در صورتی که نیاز به کمک داشتین میتونید خانم کبیر رو دنبال بکنید و از ایشون سوال بپرسید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی. اگر کانالت الان سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب بکن. در پناه خدا باشی. خدا نگهدار.